من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب نام همدیگه رو خرد نکنیم، القاب بد و عناوین بد رو همدیگه نگذاریم، حتی با شوخی. بعضی از دوستا نسبت به دوست خودشون دقت نمی‌کنن. خیلی وقتا پیش میاد یه سری القابی رو ذکر میکنن عزیزان که اصلا انسان تعجب میکنه این کیه؟ بعد متوجه میشید که ممکن از یکی از دوستای خودت هم باشه، یکی از خویشاوندات باشه، ولی یک القاب و عناوین عجیب و غریب در مجالس دوستانه به همدیگه نسبت میدن. بعد تا بزرگ بنده خدا تا نمرده با همون لقب صداش میزنه. خب بنده خدا اسم داره، اسم زیبایی برش گذاشتن، یک سری القاب عجیب و غریب. در قدیم به گونه دیگه بود، امروزه هم به گونه دیگه. این کارو نکنید، ولو شوخیه، ولو با شوخی میگید، اما همین شوخی میمونه برش. لذا پروردگار میفرمایند ولا تنابزوا بالالقاب، همدیگه رو با القاب بد صدا نزنید و نسبت ندید به همدیگه. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب